یه پیکاپ هم نه. سلام روی ماهتون، امیدوارم خوب و سلامت باشین و جمعه خوبی براتون آرزو میکنم. لایو اتاق عمل پروتز سینه توسط خانم دکتر عبداللهی تقدیم حضورتون میشه. عزیزان اگر سوالی دارن در مورد پروتز سینه و یا عملهای دیگه میتونن اینجا کامنت کنن، من از دکتر براتون خواهم پرسید. خانم دکتر بفرمایید. سلام خدمت همه عزیزان، وقتتون بخیر باشه. انشالله که صبح خوبی رو شروع کرده باشید و در ادامه روز خوبی منتظرتون باشه و بگذرونید. مریضی رو که میبینید یه مریض پروتز پکسی هستش. خانمی هستن که افتادگی سینه داشتن، حجم سینه هاشون هم کم بودش، بنابراین برای این مریض پروتز گذاشتیم به خاطر اینکه حجمش رو جبران کنیم و پکسی کردیم برای اینکه افتادگیش رو جبران کنیم. ولی مشکلی که داشتن سینه ها کاملا غیر قرینه بود، هم حجمش هم نوک سینه ها کاملا افتادگیش فرق می‌کرد. بنابراین برای برابر کردن و قرینه سازی سینه مجبور شدیم پروتز ها با اندازه مختلف براشون بذاریم و در ضمن سمت راست که بزرگتر بود یه مقداری هم بافت برداشتیم و الان نتیجه رو میبینید که یه سینه کاملا قرینه و خوش فرم دارن. مبارکشون باشه. همگی خیلی خوش اومدین. عزیزان قبل از اینکه لایو گذاشته بشه یکی دو روز قبلش باکس گذاشته میشه و شما میتونید سوالاتتون رو از دکتر بپرسین. خب اول بذارید من یه چیزی رو بگم بعد شما شروع کنید. بزنید. جان. گفتن که چرا این کسی که سوالا رو میپرسه آقاه؟ چرا اصلا آقا تو اتاق عمل؟ خیلی اصلا دوست ندارن. گاز بده. یعنی آقا میلاد آقا حساب نمیشه؟ پیدیو 2 0 بده. نه خیلی از خانم‌ها دوست دارن سر عملشون اصلا آقا نباشه. باید بگم که این لایوایی که گذاشته میشه همشون با مریض هماهنگ میشه، شرایط مریض بررسی میشه، به مریض گفته میشه و مریض اگه مشکلی نداشته باشه ما اصلا لایو میذاریم یا مثلا حالا توی این اتاق عمل آقا داریم، یعنی اگر مریض نخواد ما نمیذاریم آقا بیاد. این از این. و این مریضم که مریضیه که اصلا ایران زندگی نمیکنه و خارجکی نه خارجکی نیست، ایرانی هستن ولی که 25 سال امریکا زندگی میکنه، بنابراین اصلا براش خیلی مهم نیستش. ولی اگر برای کسی مهم هستش ما اینو مد نظر قرار میدیم و اصلا نمیگیم آقا بیاد. مرسی. خب حالا شما بفرمایید. خب یه سری سوال پرسیده بودن عزیزان، اینجا هم میتونن کامنت کنن سوالاتشون رو که من از شما بپرسم. سوال پرسیده بودن که چقدر وقت بعد از عمل پروتز سینه من میتونم برم سر کار؟ خب اولا که بستگی به کارتون داره، شغلا متفاوت هستش. بعضی از شغلا هستن که نیاز به فعالیت بدنی دارن، خب اون خیلی فرق میکنه. بعضی شغلا هستن نشستنی هستن، باز اون متفاوته. اگر شغلتون یه شغلیه مثل منشیگری، نشستن یا اینکه خیلی فعالیت به هر حال بدنی نداری، شما 3 روز بعد معمولاً دردتون خیلی کم هستش و میتونید برید سر کار. ولی حالا اگه شغلی دارید که فعالیت بدنی شدید داره، مخصوصا که دستتون رو باید بالا سرتون ببرید، حداقل یه 10 روزی صبر کنید. مثلا ما داشتیم که شناگر بود یا اینکه مثلا غریق نجاته، خب این 3 روز بعد بره کنار استخر یکی غرق بشه، اینکه نمیتونه بپره تو آب که. متوجه چی میگم؟ برای من بستگی به شرایطتون داره دیگه. اگه شرایطتون طوری هستش که در واقع کارتون خیلی فعالیت بدنی نیاز نداره، میتونید برید سر کار 3 روز بعد. خانم دکتر پرسیدن که آیا پروتز سینه امکان کوچیک شدن هم داره طی مرور زمان؟ نه، پروتز سینه اصلا تفاوتش سایزی نخواهد داشت. حالا ما بعدها براتون پستشو میذاریم. کسی که 15 سال بعد یا 13 سال بعد پروتزشو برداشتیم، میبینید که سایزش هیچ تغییری نمیکنه
و به طور کلی فرم سایز هیچ چیز پروتز تغییر نمیکنه، یه دونه شده هیچ تغییر نمیکنه. یه عزیز دیگه هم سوال مشابه داشتم، پرسیدن که